نه من خطیت نمیرم بیا بشی باشیم گل نه من نمیرم او کارت میکنی بیا رفتیم من محمود رفته زم طرف خونه میره بیا ای که بلای تو من میترسم دیگه میزنی نمیبره نه ترس من دیگه آیسته میکنم بیا بشی بیا نه من نمیرم بیا نغمه که بیا بشی بیا رفتیم بیا تا میکنم ترسیدی ها اوسته های میکنی فهمیدی ها خیلی تیزایی نکن بدانی موچی تو دور کده در نگیره با بشی رفتیم کیف اینه این بچه ایسوی لیلی خوده خوب میتونو که هم بچه کیف کرده گشتن دگونه جان خوش آمدین دگونه جان خیلی گفتم یک خبرگیری بیام در بین یک هفته شما را ندیده بودم گفتم که یک گپ دارم دگونه گپ زن همین کجایم مجموعه شما دوست می‌دارید و یک بچه به اردوبه شما در یک خواستگار میآیند شما با همراه دوست می‌دارید تو برای چی هم مجموعه دوست داشتی؟ برای چی گپ میگی؟ من یک بچه به آداب به رها آخه تنها دلم او رو دوست می‌دارد ولی خودت میدانی ای ما یک گفتن خیلی مالیش ما رفتم دگونه جان بشی دگونه جان با میلی خیلی گپا تمیز زدی با میرفتی بشی دگونه جان خیلی دگونه جان خودت میدانی ای ما یک گفتن مالیش دگونه جان با بیا مالیش خیلی شما دی با بیا مالیش فرض دگونگی بهت گفتم تا مالیش دگونه جان خیلی بیا با مالیش خیلی دگونه جان بیا با مالیش خیلی ای ما یک گفتن با دگونه جان با ای ما خفه نشوید مالیش بیا با شما دی مالیش ها دخترم کی بود بر؟ دگونم با من دیگه دگونه بازیش نمیم که از خانه بداره کن؟ مالیش جان تز مولا بای نمیدونم همه کارا کنیم ما میکنم اتاقی تمام همه کی میکنیم سیمستان شده اون جیم کردن در کارن کجا رفتادی کلیویجه بیو مولا بای اتاق نه بای اتاق میکنم همه کارا رو همه شد هم تو کجا دارم میگردی همه کارا همیجا داریم که اتاق من میدونم تو چیکار کردی که او اوراقی هیچ وقت سر به سر نشه بچه اولادی پدای تیشی کارا رو پرت رو باید سواد نداره اون من مخی اوتا میگی قطعی او اولاد سر به سر نشه او یک مرده که به سواد های میگی او مرده که به سواد بای میشه اوتا شما حاضر یاش تاریخ نمیدونید اون رو آتش بای بود چه بای بوده اوتاش که گام تلا تنگه داشته بای بود این خودش یک به سواد وقت بوش بای بوده ها بوش آتش میشه ولی این وقت ولی یه بفهمید فکر کنید و اولاد که رفت آمد نکن خب اوتا جانوزی میام همشه میکنم همه جیگاری رو میدارم و خیلی کجای میری خودت نگاه کن مایل اوتا مایل میام میکنم کارو ما بود میکنم هم جیگاری های هم برای توضیح میکنی مایل همه که با فریم نکنی نه اوتا مایل اینجا بیا ها چی میگی تو بیزار کردی ماشون رو ندیدی؟ نه دیگه درست شده ندیدم شما زنگش میزنم در زنگان جواب نمیتیه خیلی میدونم ما بالا میرم ما سامورا دیدیم بگو ماده یک بور زنگ بزنه مایل ما بالا میرم باشد میگم التماس مایل بگو زنگ بزنه چی باید لازم باید ما جواب ندیدی؟
سفر کردی چرا تو قر کردی اولی با تلفنم ما جواب نمیتیم. به خبر از من از می سفر کردی به خبر از من از می سفر کردی چند سواشت کشده دارم نیست که بردارم یک بار نمی بردارم رستم جان این دخترها را همه جا را کفتم نیستن کجا شدن؟ گریختن چی؟ گریختن؟ کی دقیقه تیره بگو؟ زمونم کلا نباید چی دیگه واردن کورا همه رفه وو چشمای من تو گوری دیدسته؟ زور سومون بود این 4 سوم کم 1000 سومونه داره که یکم سوم تقلیف کردیم اما اگه جا داریم چکو میکنیم؟ یکی در یادم زد بست تنه که ممجد هم بشینی گفتی خمون سلوک آزی بی یه خودش زنگ زدیست تا به دوز تو خوش میکنیم تا همجده بشی مایلی میاد بیرون میرم ولی علاقه میکنیم حالا پروانه که اینه خودش زنگ زده گه لیلی جانی من زنگ زده با هم تنها ریتر نه ما بچه مرده که امسلو وکنیم مالیو اون کدوم رفته سبده مالیو خوی ها بخیر چی میگه دگونه؟ دگونه میگه بچه گنده گوش که مرا یک گپت میگم ولی تو مرا با چشمای خودت نگاه که با چشمای دگونات نه فهمیدی؟ ای من از سوم در کشیده یک گپ کم که؟ نه اوز نمیتونم تو کار حل میکنی یا نه؟ خیلی مالی بیا یا بالو میکن مالی شد تمام موازی نمیون شد موازی میون مالی خوب چی خدر میکنی جان؟ پاسکال التماس برو لیپلا 1000 سوم پاسکال من هیچ که نمیفهمه در نیست پیشاو کیه هیچ که نیست من خجم اوف هم موسیقی اتاق میگم دم هفته گرمی داشت تا دو دکی نمیجی گوره رو بدراوی مجنون ای مجنون ها ای بچه تو همکاری کرد من تو رو چند بار گفتم که همه وا چا کدو خیلی خیلی دیوانه سلام کن ساز تینج سوز ها دیدی چند بار گفتم اینا تلفناشو بردار خطیش گپ زن گپ نزدی بر دادنش رفت لیلی را اوبلاک برکن رفت شو دادنش تو دا کی گفت خودش گفت نه من دیدم شاو خوزگار آمدن اوبلاک برکدن دادنش خوزگار اومد تو دیدی که اوبلاک بار کنم اوه باید نک شو میکنم این دیوانو همه چی را میدونه رفتیم خطیمه بیا کو قیسی دیوانه این تلفوناش کشتگی تلفوناش جواب نمیده همین گپی تو راست میبروه چی؟ اوه گفتم کو گوش که مرا توزی میدونی چی کن میکنی توزی میری درشونه تق تق میکنی که اون تاش ببروه چی کن میکنی اون تاش بگوی میگی گشنه می قانون بودی آفرین یکی خودش ببروه خودش برو من میگی
مجنون فایرو داره. آفرین قصد رفتی. مجنون فایرو دورتا. هی ناشا. جابیو. بیا جا. Olha que burada ha? Burada. Olha ما دختر دزا نشون میتوان. تو آسپزین کن. تو کمونه بیار. مال شکر. جمعه تیز. جابیو لایلی جون. گوش کن مرا. تنم جدا مرا انتظار شدم استی. این کارا نکن مجنون نکن کار در کار نیست چی به این کارا میکنی؟ لایلی ما در برتم. نکن در ما ترا هیچ کدام نمیتونم. انم جدا انتظار. مرا میکشن نکی کارا. ایداس هیچ کار نمیویا. نکی کارا. ما میرم. صبر کن نکو. میرم خونه در لباس میگیرم این خونه. یکم چه خوردنی میگیرم. میام میگرزم میرم با دور میرم که دیگه هیچ کس نیومد مونا. ما ترا هیچ کدام نمیتونم. تا ایمه تمام جدا بشی. لایلی جون. همه جدا بشی خواطر نشه. ما تیز میرم تیز میام. خب مرا انتظار شو. همه جورا گشتی؟ نیفت. بکوه در کجایی که میوینه بکوه لای اوه کوه جرند فقط نکشه چه؟ بی تو هست. بابا گوش کن. تو اون طرف تو همراهی من. ماش. نه هیچی اوتا جون. نه هیچی اوتا جون. نه کم ترا کار دارم من خفایم کارم شم. چه کار داری؟ هر شما کار میگه. بچه موقعی همون مونده. اوتا همین کار اگرات همش در گردنی من همش شما خدمت میکنم. شما کار میکنید. تمام اوتا جون همین کار اگرات همش در گردنی من همش شما میکنم اوتا جون. باز من کم تر کار دارم کارم میکنم. بچه‌گان بالار گردون میکنن در بسری ما. لایلی جون. همین جایی. خیز میریم. اومده. حالا وای. حالا یک بار جستی مال خاک. نزدیک نشه. دو بار جستی مال خاک. نزدیک نشه بخوبی بگو نزدیک نشه. موتدک کار نداره. فرمانی اکای واسه از این موتور باید سوخ سلامت برای نیستو. بچه همین چرا پرسم ترما؟ پرس خای دردی ما را میدونی ما هم یک سال میشه که ما کپیتا کار کرده استیم یا چرا نفهمیدم چرا؟ چرا؟ میگم که این هم یک سال شد که ما هم جمعی موی میقبم تخته چکو میکنی در میلویو هم قصه لیلی و مجنون رو میدونی خواهن؟ ابه او ده غرق شده گیان اوه شنیده بودم ما همو رجداد میکنم هیچ باوریم نمیته که همو مرده باشن یگون روز یگون بیخ بوتا یگون جو میبرویان گفته همو رو خد میکنم میوم
خیر ما نبودم چند سال در مسکو بودم ندونم میرم برای همون میام همینجا فقط نگاه میکنم که کی میفته باشم شونا همین قصه را من شنیده بودم یه روز کارم نشیده تو حالا همینجا دایی؟ همینجا میستم من تو بگه هم میستم خیلی جورا ما رفتیم نباشم هنوز وقتم زیق شدی لیلی و فکرم که قشلاق یاد کردی ها یاد کردم از همه بسیار پدرم رو یاد کردم زیق نشه مهم این بود که ما یک جای باشیم ما یک جاییم زیق نشه همش خوب می شود لیلی بسیاری بعد در اوجا نشی بیا درونی غار زیق نشه من یک قشلاق برم یکم چه خوردنی بگیرم بیام احتیاط شو یگان کس نبینه ترسیدی ها؟ اوستا های میکنی فهمیدی ها؟ خیلی تیزایی نکن بدانی موکی تو دور کده در نگیره با وقتش خیلی دور و دوران کردیم این قیسی دیوانه که جدا باشه مجنون بیست بیست وقت در کجا بودی؟ در کجا بودی تو؟ میدونی با چند خط گفتم تا شد ایجا جمعی پس نبینم اونا ایجا بیام اگرمون این بار کجا میبری تو؟ این وقتی در کجا بودی؟ همه میفهمم تو میدونی باید رفتن تو در قشلوق چیشی؟ شد همه مسئله اینجا بدرو چی میکنی؟ همه مسئله میکنیم چم میکنیم تو مرا بفهمون من چرا بفهمون فقط خواب کن
باشی قضیان تو نمردی که تو مرا چقدر دیده بودی که اومد دیدم مجنون ما به دو چشم خودم دیدم که شما غلطی دین. قیس جان ما در حقیقت غلطی دین، نه که در درونی آونه. تو بگوی در قشلاق چی گپای؟ بعد شما رفتین کو میدانی در قشلاق چی گپ شید؟ چی گپ شید؟ پدری لیلی بسر پدری شما اومد. بسر پدری ما اومد؟ شما رو سر بزنید. رحمت تشکر برام بکنم. ویرو حالا باشه نوبتی ما رسید. کاری کنگی من در حق پدری معلوم میکنم. البته خصوصا میریم میریم اسفا بیارم شیف نه وراکتی میریم. خدای تعالی جا جنت شود، از حوض کوثر پیدا شود، جا در تی کناری بیش باشد، بگذار دایم شاد توشکان بیا توشکان گفت توشکان بیا خدمت. نه پسر شما فرزند ما را کشت. فرزند شما فرزند و فرزند ما فرزند نه؟ نه خانوندی تربیه میدونی. دادگی های نه که دخترت نصیب نکرد که بیادب نباشه. دختری ما ساز بود. فرزندی به سوادی تو اگر فرزند ما به سواد باشه رنگ شما برای ادمی پدرتان کتگی نمیکنه. ما در حقی میکنم مال دست بازی کاری کردی من میکنم. هیچی کار میکنم نمیکنی. چی رو در حقی همه کارو میکنی. رفته بده اینجا رفتم بگیره. بعد میدونی چی؟ پدری لیلی بسری پدری شما اومد. پدری اوه که خواستگار اومده بود کو لیلی دا. مردک این چی کاری کردگیت بود ها؟ یک حیات از پسی پول مال دویدی حیاتی بچه هم رو سوزوندی. من در پیش خشت برو چقدر سرم رو میبردارم ها؟ پول گفتی مال گفتی حیاتی بچه من چی میشود؟ من چقدر در پیش دوگانه هایم سرم رو میبردارم. این چی کاری کردگیت بود؟ سرک دمت را گیر. پدری اوه که خواستگار اومده بود کو لیلی دا. بسری پدری لیلی اومد. واسه رابر رئیس جون بیا رئیس جون بیا اینجا بیا رئیس جون بیا شما یه رئیس جون بیا یه دختری تعریفی ها میکشی رئیس جون. شما مالا شرمنده کرده نه؟ رئیس جون خیلی کشیده. شما محلش در تعریف کرده؟ شما میدونید در نزد خیش و تبار در نزد حق و همسایه من شرمنده کرده. فهمیدید؟ رئیس جون خیلی کشید. این قدار و نادار شما این مال و ملک شما از حساب من است. فهمیده دوخی؟ فهمیده دو؟ تا بگاه وقت شما با فهمیدید در جای قرض خانه را خالی کنید. رئیس جون خیلی کارم خشید میبخشید رئیس جون. گپ هم یک تا خانه را خالی کنید دوستان. رئیس جون خیلی رئیس جون این همه دار و ندارشون بایگری همش ای همون مردک بده. اون مردک اومد جنگ و جنجال شید همه بایگری را گیری حاجی پدری لیلی قشاق شیده گیاد.
فقط کال رسیدن در کره. یک روز در راه میگذشتم اوتی لیلی مست خوب بود گفتم آقا چوکدی اکی واسه زندگی آینه را محتاج خاکستر کنم وقتش در قیس من پندار بودم یگان کسا نه پسند نمیکنم تکبر بودم اینم حال من گفتم آقا بیا همین لیلی را مجنون دا بتیم نگفتی یک روی کدی اگر یک بار دیگه عمری من اگر عقید می اومد بعد میدونستم چی کنم بیا مونی لیلی را حتما به مجنون میدادم افسوس آقا به اون نیست ما او بگی نونو بگی میگن که اونان که کوهم بودند و اونان که نوان هر یک پی یک بیروند این عمری عزیز با کس نموند جاوی رفتن دوره بیم و باز آیند دوروند ایره بخواه که در آخر دعا که افسوس که بیان نیستم گفت که اگر همین زندگی برعکس بشید پس میگشت من لیلی را مجنون دا میدودم ولی شما را بخشیدگی های بخشید اوتای لیلی ما را بخشیدگی های؟ بخشیدگی های گوش که خیز جان این خیر که باشه ما را که بخشیده باشه من میرم ایکی سرسرک ایکو لیلی را میگیرم میارم لیکن بیست تو حوزی میخیزی میری میدونی چیکار بکنی خیز جان اوتای من را خوشرو کده میفهمونی که لیلی و مجنون زندن تو دیونه ای پدر شما کس حلمان شیدک بعدی رفتن شما ما ویره چخل میفهمونو اخی یک بالا کده کوشش کده بفهمون که قبول کنه هم اوتای ما ایگا کورا یک وقت ایدانی من شنیده بود یکون بالون نشود این مسافر ای دست بتین نه تو خوش رو کده ملایی ما کده میفهمونی فهمی خیز جون خیز میریم تو اوتای ما رو بفهمون ما میرم لیلی رو میگیرم میارم خیز الله اکبر خیزتیم مجنون زنده بوده هی مجنون خب خیز جون خوشو کده بفهمون مایلش مجنون ما تو انتظار میشه مایلو بیو لیلی خیز لیلی ها لیلی خوبی؟ لیلی جان خیز با تو خوش خبر دارم چه خوش خبر؟
اولی رو پوش. میدونی چی لیلی؟ میدونی کی رو دیدمه؟ کی رو؟ قیسی دیوانه رو. وای تو رو شناخت؟ البته شناخت. من گمان کردم که مرا نمیشناسد. لیکن مرا شناخت. میدونی چی گفت؟ چی گفت؟ پدری تو ما رو بخشیده است. گفتن زنده بیاید ما هر دو را نکاح کرده میدهیم. نه. همش میلی. میدونی چی گفت؟ عشق من و تو در تمامی ده آوازه شده است. همه جا عشق لیلی و مجنون. عشق لیلی و مجنون. پوش آماده شو بده همه رویم بده ها. بوی توشکندی؟ یا بوی توشکندی؟ یا فرجان بیا. خیلی شکر سوزی سلامتیات توزه میشی نمت گشته تین شکر چو کدی میگون امروز می بچه را احوال بده ناامید نشه میگن که شیطان ناامید بنده با امید میبینی که زنده شده میوید آدم زیادی چی دیگه نیست امید مکم دیگه رفت و اینم من مجنون ما زنده شده اومدم تو اجاد میخزی ما باوری ندارم اگر زنده شده بیاره اجاد میخز ایخ میخزی میخز مجنون بخاگله مجنون تو مرا به این حال آوردی